ضرورت رشد و انکشاف انفراساختار دهات، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 را همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. باید قید نمود که به حالت امروزه 73% اهالی جمهوری تاجیکستان در دهات زندگی می کنند و فراهم ساختن شرایط مساعد بهر رشد دهات و انفراساختار مفزعهای دوردست در این زمینه خیلی به مورد و سر وقتی مهنداد کرده می شود. با اعلام گردیدن سالهای رشد دهات و سیاحی در مملکت، همکاری بخش خصوصی با مقامات‌های دولتی زیچ به راه مانده شده. در این زمینه تشکیلات جمعیتی فروغ مهر در پیروی اقدام نجیبانه سرور دولت در یک قطار مفزعهای دوردست ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای نظررس را به سامان رساندند که ساخته و به استفاده دادن مرکز رشد بروقتی کودکان در جماعت پارشنه و ناحیه شغنان از جمله تشبس‌های تشکیلات به حساب می رود. کارهای بنیادی در مرکز رشد بروقتی از سال 2020 آغاز گردیده. ارزش خرجناموی کارهای ساختمانی در این انشاءات مبلغ بیش از 200,000 سامانی را تشکیل می دهد. از 1 نوامبر سال روان آشیانه یکم مرکز به استفاده داده شده. برای به تربیت فرا خواندن 50 نفر کودک شرایط مساعد فراهم نموده است. عین زمان 22 نفر تربیت گیرنده به کودکستان فرا خوانده شده. 2 نفر مربیه با آنها مشغولیت‌ها می‌گذرانند. بنیاد مؤسسه تا مکتبی معاصر تعلیمی برای کودکان خوشطالع ناحیه شغنان عین مدعا خوانده شده. آن در مد اول به آماده نمودن نسل جوان صاحب استعداد نگرانیده شده است. باید گفت تحصیل در مرکز رشد بروقتی تا نصف روزی به راه مانده شده. همه مشغولیت‌ها اصلا با زبان انگلیسی و تاجیکی صورت می‌گیرند و مسئولین تشکیلات نامبرده نیت دارند تا آینده نزدیک آشیانه دوم را نیز مورد استفاده قرار داده کودکان را تا بگاهی روزی به تعلیم و تربیت فرا گیرند. مرکز رشد بروقت کودکان 51 نفر کودک را فرا گرفته ایستاده است. این حال در مرکز ما 22 کودک تربیت گرفته ایستادند. مرکز ما برای جماعت پارشنیف پیش بینی شده است و در اینجا زبان‌های تاجیکی و انگلیسی آموزانیده می شوند. برای پیش بردن رشد بر وقت کودک در دهات و زباندانی کودکان ما این اقدام را پیش گرفتیم. در مرکز ما کودکان از سن 2 ساله تا 7 ساله با زبانهای تاجیکی و انگلیسی دست گرفته ایستادند. مورد ذکر است که علم و معارف سمت افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی کشور به حساب رفته. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به این ساحه دقت اولین درجه ظاهر می نمایند. محض به همین خاطر در پیام ارائه گردیده سرور دولت به مجلس عالی در سال 2020 برای باز هم زیادتر بنیاد نمودن مؤسسه های تا مکتبی در دهات دوردست و تشکیل نمودن شرایط و امکانیت ها به ساختارهای مربوطه دستور و سپارش های مشخص دادند. با هدایت‌های سرور دولت تشکیلات نامبرده اینچنین در ناحیه رشقله بهر رشد انفراساختار دهات دوردست و جهت تامین احتیاجات اهالی به 25 خواجگی ناحیه مسائل ساختمانی را دسترس نمودند. در اساس قانون حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اعلان نمودن رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در سالهای 2019-2021 در جماعت دهات بروز کارهای زیاد به سامان رسانده شدند. از جمله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، با دستگیری مقامات محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان، با دستگیری مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه رشقله در حدود جماعت دهات بروز کارها از جمله ساختمان کبروک در دهه بیدز، ساختمان سیخ کارکرد موینه در دهه زنادر
ساختمان بنگاه طبی در دهه میدن ویده جماعت دهات برواز ادامه داشته. سالهای آخر در حدود جماعت دهات برواز با دستگیری خزینه آقاخان کارهای زیاد با سامان رسانده شدند. از جمله در دهه چندین ساختمان سرجوی کانال دهه چندین ساختمان دو گرمخانه در همین دهه با آخر رسانده شده خوشبختانه به استفاده داده شدند. بغیر از این با دستگیری تشکیلات جمعیتی یا شریکان رشد گلوبال پارتنرز برای ساکنان دهه از جمله دو ساکن کمبزاحت دهه چندین گرمخانه ها ساخته با استفاده داده شدند. امید کامل دارم که در آینده نزدیک با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری شریکان رشد هنوز هم تقویت بخشیدن تمام ساحه های مختلف جماعت دهات برواز کارهای خوب، کارهای برحالا با انجام رسانده می شوند. ساکنان جماعت دهات برواز ناحیه روشقله از آن خوشنودند که خانه‌هایشان تنوک‌پوش گردیده بهر زندگی برعلا برای آنها شرایط مهیا فراهم گردید و از چنین دستگیری‌ها به حکومت جمهوری و شریکان همکار برای دستگیری‌هایشان اظهار سپاس بیان نمودند. خواهش ما پسران عزیز در خزینه دولت کار میکنید، پیش مایان اومدید، اول سمایی ما رو دیدید، 1000 بار حکومت تاجیکستان برای همه با رهبری محترم پرزیدنت امامعلی انا 1000 بار شکر خدا که تاجیکستان ما آسایش. ما باید به حکومت تاجیکستان 1000 بار رحمت گوییم که ما امروز قطعی فرزندان، قطعی نبیرگان خود صحت و سلامت هستیم و باز به مایان غمخواری کردگی من دوخ کریش بمان. دوران صاحب استقلالی مملکت برابر دیگر ساحه‌ها به رشد انفراساختار دهات و تشکیل نمودن کارخانه‌های استحصالی در موضع‌های دوردست توجه خاص روانه گردیده. بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، امروزها در موضع‌های دوردست نیز کارهای آبادانی و سازندگی با مرام جریان دارند. در این زمینه از جانب مسئولین تشکیلات برای خواجگی‌های نیازمند دهات دوردست از نوسازی منزل‌های استقامتی خیلی به مورد و سر وقتی می باشد. من از نام خودم و از نام عائله‌مون به فروغ مهر منتداری خود را بیان میکنم که در حق امین عائله‌های نیازمند سرپوش خانم را بالاپوش کردند. من منتداری خود را هم به جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمانوف میرسانم که در حق عائله‌های نیازمند غمخواری خود را ظاهر می نماید. بعدا می خواهم که به همه عائله‌هایی که نیاز به همین خیل کارا داشته باشند به آنها هم کمک خود را رسانند. با حکومت خود با منتداری خود بیان می کنم که عائله‌های کمبزاحت را دستگیری می کنند.
سربلندی میتوان ابراز داشت که اعلام گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در مدت 3 سال آخر به مسئله آبادی محلها خصوصا دهات دوردست از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دقت ضروری روانه گردیده. این اقدام نیک سرور دولت باعث گردید که در فاصله کوتاه وقت محل و دهات به طور شناخته نشونده رشد نمود. بعد استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان با تشبث و دولت خردمندانه سازگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمانوف دولت تاجیکستان روز تا روز آباد و زیبا گردیده است و ناحیه روشقلا خصوصا دهه مدیو از این آبادی و سازندگی در کنار نماند. در دهه مدیو ساختمان بنگاه طبی ساخته شده ایستاده است. 2 خواجگی شخصی، 2 عائله شخصی کمبزاوت بمب پوش کرده شده و 1 عائله کمبزاوت برای ساختمان خانه استقامتی مسئله ساختمانی از طرف عدیس توتشوف فروغ میر یاردم کرده شد. من چون رئیس مقامات خودفریاد جمعیتی مدیویت منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای آبادی دیار و به فروغ میر رئیس عدیس توتشوف برای دستگیری کاندیداتان منتداری خود را بیان می نماید. به گفته ساکنان جماعت برواز ناحیه روشقلا، این کمک و دستگیری ها از طرف حکومت جمهوری و شریکان رشد بار اول نبوده، بهر ساکنان دوردست همیشه چنین کمک ها رسانیده می شوند. من اولا از نام خودم و از آل عائله خواجگیم هزار سپاس منتداری خود را به فروغ میر بیان می کنم و این چنین به جماعت و دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را هزار بار تشکر و منتداری خود را بیان می کنم. چون این شرایط کمبزاوت‌ها را دستگیری می کنم، هزار بار تشکر می گویم. برای تشکیلات فروغ میر به دستگیری با یاردن منتداری خود را به جماعت می رسونیم. به حکومت ولایت و پیشوای ملت بر دستگیریش سپاس بیاندازه خود را می رسونم. لازم به تأکید است که پیشوای معظم ملت از روزی که به وظیفه رهبری دولت آمدند، مسئله کمک به عائله های نیازمند و دستگیری طبقه های آسیب پذیر جامعه را در مرکز توجه خویش قرار دادند و هر باره که به شهر و نواحی دوردست سفر می نمایند، نخست به عیادت شخصان دارای امکانیت محدود و یتیمان و بیپرستاران می رود که همه این عملهای خیرخواهانه سرور دولت بار دیگر شهادت از سرور غمخوار و غمگسار و مردمی بودن پیشوای تاجیکان جهان درک می دهد. ما منتداری خود برای شرکت فروغ میر خیلی منتدارم. ما رو همین خیلی دستگیری کردن. من بسیار از شما منتدار. مسئولین تشکیلات در بالا ذکر گردیده همچنین برای جلب نمودن بیشتر سیاحان خارجی و داخلی به ولایت برای شناس نمودن آنها با جای‌ها و موضع‌های تاریخی می باشد. از جمله در دایره 3 سال اعلان رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در وادی برتنگ ناحیه روشان حمام‌های زمانوی را با تمام شرایط‌های حاضر زمان ساخته مورد استفاده قرار دادند. محض اعلان گردیدن سال‌های 2019 تا 2021 سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در تمام جمهوری از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان باعث شد که موضع‌های دوردست نیز رو به ترقی نهند و باشندگان این موضع‌ها با هنرهای دستی و مردمی توانند زندگی سازگار را پیش برند.